کی فکرشو میکرد که چین با دیپسیک بیاد ربات‌های سگ‌نما و پهپادهای نظامی بسازه؟ اوپن ای آی مرورگر چت جی پی تی اطلس رو معرفی کرده. یه مرورگر با مغز هوش مصنوعی. روترهای تیپینینگ باگ‌های خطرناک دارن. سریع آپدیتشون. نیسان یه سقف کشویی زده که برق رایگان تولید میکنه. سونی اکسپریا هم یه گوشی جدید با یه دوربین حرفه‌ای معرفی کرد. نایک با پروژکت امپلیفایر یک کفش برقی تولید کرده که موقع راه رفتن و دویدن کمکت میکنه. هواوی دنبال ساخت گوشی ایر برای رقابت با آیفون. متا توی اینستا و فیسبوک ترجمه و دوبله خودکار ریلز رو فعال کرد. اینستاگرام یه هیستوری برای بازدیدهای قبلیتون درست کرده. یه خبری اومده که میگن آیفون 18 قرار اینترنت ماهواره‌ای داشته باشه. اسپیس ایکس دوباره استارلینک رو فرستاده فضا تا اینترنت جهانی رو قوی‌تر کنه. ایلان ماسک هم گروکیپدیا رو راه انداخته، یه ویکی هوشمند با هوش مصنوعی خودش. اوپن ای قرار آپشن ساخت آهنگ با هوش مصنوعی رو اضافه کنه. یه نوجوان 16 ساله انگلیسی با لگو یه دست رباتیک واقعی ساخته. آمازون توی بریتانیا داره تحویل پست با پهپاد رو تست میکنه.